بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبی وزاد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شهر مدینه منوره یادگارهایی رو از تاریخ صدر اسلام دارد و نمادهایی هستند از تلاش و مجاهدت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و یادآور دورانی هستند که برای نخستین بار در مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه و سلم حکومت اسلامی را تشکیل دادند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیرامون ایشان را گرفته بودند و هرچه را که ایشان دستور می‌دادند اجرا می‌کردند. واقعا این فضیلت بسیار بزرگی بود که الله متعال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای این فضیلت برگزیده بود که اصحاب باشند، یاوران رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، در جنگ و در صلح، در فقر و خوشی و ناخوشی در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. مسجد قبا نخستین مسجدی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبل از مسجد النبی در واقع بنا کردند. داستان هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به طرف مدینه منوره همراه با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یار غارشون، زمانی که بعد از اینکه مسافت بین مکه و مدینه را طی کردند رسیدند به محله قبا و در محله بنی عمرو بن عوف و رسول الله صلی الله علیه و سلم میهمان کلثوم ابن الحدم بودند رضی الله تعالی عنه که یکی از افراد قبیله بنی عمرو بن عوف بود. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ایشون رفتند، ایشون یک زمینی را داشت که آن زمین را رسول الله صلی الله علیه و سلم با عنوان مسجد انتخاب کرد و در اونجا این مسجد قبا را اولین مسجدی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه می ساختند. این مسجد همان مسجدی هست که الله متعال در سوره توبه دربارش می فرماید که لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه. در مورد این مسجد نازل شده، گرچه شامل مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم می شود، زیرا که هر دو مسجد، هم مسجد قبا و هم مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر اساس تقوا و خشیت الله متعال و صرفاً برای رضایت الله متعال بنا شدند. این مسجد یکی از مساجدی هست که فضیلت ویژه‌ای را دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در سنن ابن ماجه اومده فرمودند که من تطهر فی بیته ثم اتی مسجد قباء فصلى فیه صلاة کان له کاجر عمره. هر کسی که در خونه‌اش وضو بگیرد و طهارت حاصل بکند
و بعد از آن برود به مسجد قبا و در مسجد قبا 2 رکعت نماز بخواند، این برایش ثواب یک عمره را دارد. فضیلتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مسجد قبا بیان فرمودند. همون گونه که قبلا عرض کردم، در این محله‌ای که امروزه مسجد قبا هست، قبیله بنی عمرو بن عوف زندگی می کردند و خانه هایشان نزدیک مسجد قبا بود و بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مهمان کلثوم ابن حدم بودند، زمینی از ایشان گرفتند و آن را تبدیل به مسجد کردند. و در مورد این قبیله بنی عمرو بن عوف و کسانی که در مسجد قبا نماز می‌خواندند، عرض کردم که این مسجد مال قبیله بنی عمرو بن عوف بود. در مورد افراد این قبیله الله متعال این آیه رو نازل فرمودند که فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در این مسجد رجالی هستند و مردانی هستند که طهارت و پاکیزگی را دوست دارند. والله یحب المطهرین، الله متعال پاکیزگان را هم دوست دارد. علتش هم این بود که بعد از قضای حاجت با آب استنجا می کردند، هم با سنگ و کلوخ در آن زمان، به اضافه بر این با آب هم استنجا می کردند و این عملشان را الله متعال پسندید و در موردشون این آیه نازل شد فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در میان اینها افرادی هستند که طهارت را و پاکیزگی را دوست دارند و الله هم پاکیزگان را دوست دارد. یکی از افراد این قبیله که معروف هست حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنه، جریانش را میدانیم که یکی از ستونهای مسجد النبی نامش ستون ابو لبابه هست. تا به امروز هم بر رویش نوشته شده و مشخص هست که این ستون ابو لبابه هست. جریانش از این قرار بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون را در یک غزوه‌ای در مورد بنی قریظه ایشون یک اشاره‌ای کرد به یهود و یهود از ایشون سوالی کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه تصمیمی دارند. ایشون صرفاً اشاره کرد، با دست خودش اشاره کرد، یعنی اینکه میخواد شما را در واقع قصاص بکند و از بین ببرد و به شما حمله بکند. بعد از این متوجه شد که من کار اشتباهی را کردم، نباید این حرف رو میزدم، یکی از اسرار را فاش کردم و رفت در مسجد و خودش را به همین ستون بست، به همین ستونی که امروزه هم معروف از ستون ابو لبابه، و گفت که یا من اینجا میمیرم یا الله و رسول در واقع مرا ببخشند و توبه من قبول بشود. تا 9 شبانه روز در اونجا در واقع بود و نهایتاً الله متعال توبهش را پذیرفت و این آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول. ای کسانی که ایمان آوردید به الله و رسول الله خیانت نکنید. و این ستون تا به امروز هم معروف است به ستون یا استوانه ابو لبابه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از قبا حرکت کردند به طرف مدینه منوره می رفتند، در مسیر راه به یک جایی رسیدند که امروزه مسجد جمعه هست، محله قوم بنی سالم. قبل از ورود رسول الله صلی الله علیه و سلم، مصعب ابن عمر و اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنهما نماز جمعه را اقامه می کردند و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به محله بنی سالم رسیدند، در اونجا اولین جمعه را رسول الله صلی الله علیه و سلم در این قسمت خوندند. مسجد قبا تقریبا حدود 3 کیلومتر یا کمی بیشتر از 3 کیلومتر با مسجد النبی فاصله دارد و مسجد جمعه در میان مسجد النبی و مسجد قبا هست. تقریبا چیزی حدود 2.5 کیلومتر با مسجد النبی فاصله دارد و نزدیک مسجد قبا هست.
و این قبیله بنی سالم یکی از شاخه‌های قبیله خزرج هستند که در این قسمت در واقع در آن زمان زندگی می کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین جمعه را در مدینه منوره در این محله و در جایی که امروزه این مسجد ساخته شده در اونجا نماز خوندند. یکی از مساجد معروف شهر مدینه مسجد قبلتین هست. مسجد قبلتین همان گونه که از اسمش مشخص هست، یعنی مسجدی که دو قبله دارد و این مسجد بنی سلمه هست، یعنی قبیله بنی سلمه در اون زمان در اینجا و نزدیکی رودخانه‌ای که در اینجا بود و امروزه هم وجود دارد. یکی از رودخانه‌های معروف مدینه هست، وادی عقیق. در کنار این رودخانه زندگی می‌کردند در قسمت غرب مدینه منوره و در حره غربی. داستان این مسجد این است که وقتی که الله متعال قبله رو تغییر داد از بیت المقدس به طرف مسجد الحرام، مردم در حال نماز بودند که به آنها خبر رسید که قبله عوض شده، نماز ظهر یا نماز عصر. 2 رکعت را خونده بودند به طرف بیت المقدس و بعداً خبر رسید که قبله عوض شده به طرف مکه مکرمه. کسانی که در حال نماز بودند در همان حالت رویشان را برگرداندند به طرف مکه مکرمه. 2 تا قبله متفاوت و در جهت همدیگر. بدین خاطر این مسجد معروف شد به مسجد قبلتین. و این مسجد عرض کردم که مسجد بنی سلمه هست و بنی سلمه یکی از قبایل معروفی بودند که در آن زمان در کنار وادی عقیق و در مدینه منوره در واقع که فاصله داشت در اون زمان از خود شهر مدینه منوره دور بود، در اونجا زندگی می کردند. و این مسجد هم تقریبا حدود چیزی بالاتر از 3 کیلومتر 3.5 کیلومتر با مسجد النبی فاصله دارد، در جهت غرب مسجد النبی هست. این بنی سلمه همون قومی هستند که میخواستند نقل مکان بکنند و بیایند نزدیک مسجد النبی، به خاطر اینکه در نمازها با رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت بکنند، راحت‌تر بتوانند بروند و بیایند به نماز برسند. رسول الله صلی الله علیه وسلم به اونها فرمود که نه، همون منطقه خود شما خوب هست، یا در برخی از روایات اومده دیارکم تکتب آثارکم، همون سرزمین خودتان، منطقه خودتان که منطقه بنی سلمه هست، در همانجا سکونت بکنید. رفت و آمدی که میکنید به مسجد النبی به منظور نماز، این در واقع سبب می شود که قدمهای شما ثبت می شوند و الله متعال در مقابل هر قدمی که شما میزنید به شما یک نیکی می دهد. اون گونه که در روایات آمده 1 درجه بلند می شود و 1 گناهی از گناهان انسان پاک می شود. این مسجد قبلتین هست. مسجد قبا، مسجد جمعه و مسجد قبلتین جزء مساجدی هستند که در شهر مدینه منوره معروف هستند و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبایلی از مسلمانان در اینجا سکونت می کردند و نماز می گذاردند که امروزه این مساجد در اون جاها بنا شده و از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و جزء مساجدی هست که تاریخ دیرینه ای رو در اسلام دارند. امیدوار هستم که الله متعال به ما توفیق بدهد که زندگانی ما را آنگونه که الله و رسول میخواهند سپری بکنیم تا این که هم در دنیا و هم در آخرت انشاءالله مورد رحمت الله متعال قرار بگیریم و الله متعال ما را سرفراز و سربلند بگرداند. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى
ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة